عمارت میدهد. چه عمارت میدهد؟ بیایید به حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از عمارت جنت من بیان میکنم. ان للمؤمن فی الجنه لخیمه من لؤلؤه واحده مجوفه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند از برای مؤمن در جنت خیمه هست، خانه هست، من لؤلؤه واحده مجوفه. زیبا بیان میکند این عمارت، این عمارتی که خداوند برای بنده خود در جنت آماده کرده است از لؤلؤ است. لؤلؤ از غیشت نیست، از غیشت خام و پخته نیست، از خاک این دنیا نیست، بلکه از لؤلؤ است. لؤلؤ، اون لؤلؤ اگر 1 کیلوی او در دنیا باشد خدا داناست که بودجه تمام دنیا را بسنده است. 1 کیلوش اگر در دنیا باشد، 1 کیلوی اگر لؤلؤ در همین دنیا باشد، میگن از لؤلؤ است همون عمارتی که پروردگار برای جنتی ها در جنتش بنیاد کردگی است، منتظر اهل جنت است. مجوفه، لؤلؤی که میگه کاواکی ها دارد، مقصد زیبندگی ها دارد. بلندیش چند است؟ طولها 60 میلا. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت آن عمارتی که ای بنده های خدا من از پروردگارم امید دارم و باوری دارم، ای بنده های عزیز انشاءالله خدا خواسته باشد شما این عمارت ها داخل میشوید، انشاءالله این عمارت ها بهر شماست، برای شماست. حبیب خدا میگه 60 میل این عمارتی که از لؤلؤ ساخته شده است که انداوه او، انداوش ما و شما انداوه را خاک مثال که و دیگر استفاده میبریم، انداوه هاش از مشک است. مشک چه بوی زیبایی دارد. بلندیش میگه 60 میل است. 60 میل. امام نووی میگوید 1 میل 6000 ذراع است. 6000 ذراعش 30 کیلومتر میشود. اگر 60 به 30 ما اگر ضرب کنیم، یک عمارتی که خدا در این 10 برابر دنیا برای پسترین جنت میداده است بلندیش 180 کیلومتر است. قسم به بزرگی پروردگار دادر عزیز، این حق است. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت اعددت لعبادی الصالحین، پروردگار برای بنده های خود آماده کرده است ما لا عین رأت. برای چی این دفعه گفتن؟ ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. برای چی این سخن گفتن؟ چشم وی ندیده، گوش وی نشنیده است، حتی در دلتان شما تصور کنین تصورتان نادرست است. میگوید مقصد شما تصور کردن نمیتونین. شاید بعضی ها کم کم وسواس شیطان هم اونها را غم دهد که 180 کیلومتر برای یک آدم اهل جنتی خدا از لؤلؤ، قسم به نام خدا الله خودش وعده دارد من برای شما این عمارت ساختم. این عمارت ساختگی است، الله که منتظر شماست. 60 میلا للمؤمن فیها اهلون. ببینین یطوف علیهم المؤمن فلا یرا بعضهم بعضا. این هم حدیث مسلم است. پیغمبر خدا گفت در داخل این عمارتی که 180 کیلومتر هست، ولی ببین 1 کیلومترش در دبی ساختند که 1 کیلومتر بلندی دارد. گفتن 930 اتاژ است که ما را از پیش رفته دیدیم. 1 کیلومتر بلندی دارد. مخلوق بنده وقتی 1 کیلومتر عمارت میسازد در پیشگاه پروردگار 180 کیلومتر راست کردن چی جای تعجب است. وقتی مخلوق 1 کیلومتر میسازد، پیغمبر خدا گفتند در داخل این عمارت شما اهل دارین، شما حورها دارین. انشاءالله من اکو حورها را جنت جمعه آینده برای شما حورها را صفتشان بیان کنم که اون حورهایی که در جنتند چگونه زیبایی دارند، چگونه معامله دارند، تا که شاید که برای زنهای این دنیا این درد شود که زیباییش حور برای شوهرش استفاده میبرد، هر ساعت خودش زیبا میکرد، زینت میداد،
تا که شوهر او باز دلبستگیش، مهرش، محبتش به حور زیاد شود. لیکن امروز ما و شما مشاهده میکنیم محروم ترین انسان از زینت زن شوهرش است. محروم ترین انسان هم از زینت زن استفاده میبرد، کوچه استفاده میبرد، بازارها استفاده میبرد، لیکن شوهر زینت زن استفاده بردن میتواند. اکثر زنها خودشان از زینت نمیدهند برای شوهرهاشان. در اون داخل شما گفتن اهلها دارین، فلا یرا بعض بعضا، بعض اهل شما بعض اهلتان نمیبینند. وقتی شما تصور کنید 180 کیلومتر عمارتی که خدا برای شما میدهد، دیگر اهل دیگری را از کجا میبینند؟ یک خانه تو اگر در اینجا باشد، از روی این عمارتی که پروردگار برای ما آماده کرده است، خانه دیگری در دوشنبه هست، از کجای نمیبیند؟ اگر بیندم اونجا جنگ نمیشود رنگی زنها امروزه. او یک بیچاره برای ما حکایه کرد، خانهش رفتیم در یک میکرورایون دو زن گرفته، شب میکنم میگه خیلی خلوت میکنم، بعدم با یک حال زاری هم یک نیم ساعت یک ساعت یک پیش زنمان می درایم، دوستداری میکنیم، در او بگشته پیش خانه زن اول میوییم. برای چی؟ برای که اگر فهمد مقصد حیات من تلخ می شود، فهمد چی بدبختی های در خانه من او روبرو می کند. لیکن حورهای جنتی جنگ ندارند. حبیب خدا گفت 72 حور برای هر یک مرد خداوند در جنت نصیب می گرداند. از اینم بالاتر 72 حور. زیباگیشون انشاءالله من جمعه آینده برای شما بیان میکنم که چی زیباگی ها دارد. و برای هر یک مرد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت خداوند قوت 100 مرد میدهد. برای هر یک انسان پروردگارش قوت 100 مرد برای اون نصیب میگرداند. اما که شما برادرای عزیز تصور کنید که این خیل عمارت بلند با این خیل آمادگی ها همه برای کیست؟ برای آن کسانی که در دنیا وجوه یومئذ ناعمه لسعیها راضیه فی جنت عالیه لا تسمع فیها لاغیه فیها سرور مرفوعه فیها اکواب موضوعه و نمارق مصفوفه و ضرابی مبثوثه. شما میتونین اینا در زیر تحلیل این حاضر برادر ما یک قرآن کریم که با ترجمه دامل عباس در ما تقدیم کردن که در بیرون فروخته می شود. شما سوره غاشیه را زبان تاجیکی قطعی است، تفسیر خوب است، بسیار ترجمه نغز است. شما سوره غاشیه را همین آیتی که خواندم شما زیرش خوانید. پروردگار چی میگوید؟ انا همون عمارت های زیبا، همون باغ های زیبا، همون درخت های زیبایی که رسول اکرم گفتن ان فی الجنة لشجرة یسیر الراکب فی ظلها 100 سنه ما یقطعوها. رسول اکرم گفت در جنت درختی هست که شما در زیر سایگی این درخت 100 سال قدم میزنین سایگیش برطرف نمی شود. لشجرة ببینین یسیر الراکب، حتی شما بالای اسب ها سوارین در زیر این درخت ها حرکت میکنین 100 سنه 100 سال در زیر سایگیش شما با اسب خود میروین. رسول اکرم چی گفتن؟ ما یقطعوها، این سایگی گم نمی شود. آنقدر درخت های کلانی هست که 100 سال در زیر سایگیش شما راحت میکنید. خداوند گفت انا همین زیباگی جنت برای کیست؟ وجوه یومئذ ناعمه. جنتی ها گفت روی هاشون سرشار نعمت خداست. وقتی تو را خداوند بشارت به جنت که میدهد، الکی روی تو چی میشود؟ ناعمه از ماده نعمت گرفته شده است. روی های شما پر از نعمت است، آلوده نعمت است. لسعیها راضیه، تو به این سعی کوششی که در دنیا کردی خدا میگوید
اونجا راضی میشوی. لسعیها راضیه فی جنت عالیه، در این جنت عالیه که من برای شما آماده کردم. لا تسمعوا فیها لاغیه، خدا گفت داخلی او را برای شما وصف میکنم که اونجا سخن بیهوده نیست. در جنت جنتی ها با یکدیگر ملاقات میکنند، فقط السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اونجا در این خیل معامله، جنت جایی هست که معامله های خوب دارد. الله میگه لا تسمعوا فیها لاغیه، اونجا لاغیه نیست، مقصد لغو نیست، اونجا تهمت نیست، اونجا دروغ نیست، اونجا در بهتان نیست، اونجا در گویم نه این نغمه بیهوده که گوش همه مردم کر کرده است، مردم همه را جینوره کرده است، بعضی هاش دیوانه کرده است، اینا نیستن. اونجا صداهای زیباست، اونجا صداهایی هست که انسان گوش خراش نیست. الله بیان داد لا تسمعوا فیها لاغیه، جنت جایی هست که یأکل فیها و یشرب فیها. ببین جنتی ها اونجا میخورن، جنتی ها در درون جنت می نوشن. حالی بعضی آدم ها عقیده دارن جنت جای دیدن است و خوردن نه. اگر کسی همین عقیده را دارد به نام خدا به ایمان است، ایمان ندارد. زیرا پروردگار در آیات های قرآن و حدیث های رسول اکرم یأکلون فیها و یشربون میگوید اهل جنت میخورند و مینوشند ولا یتغوتون. او ببینید جنت گفت پیغمبر جایی نیست که اونجا در شما بعد خوردن و بعد نوشیدن از بدن شما نجاست براید، اونجا جای نجاست نیست. ولا یتغوتون، چگونه که در دنیا انسان غذا میخورد یا شربت مینوشد در حال قضای حاجت برای او لازم میشود، جنت در قضای حاجت نیست. ولا یتغوتون ولا یمتخطون. رسول اکرم گفت جنت جایی هست که آب بینید نمیریزه. ولا یمتخطون، اونجا در این طریقه که گویم که در دستامان یک دستماله که دیگه و بینی ها را افشانی و از بینی هات آب ریزه و تو در اوجا زکام شوی، این دردها نیست دیگر. ببینین این لکم تسیحو فلا تسقمو، پیغمبر خدا گفت اونجا ابدی شما تندرستین، اونجا دیگر یگان بیماری شما را سراغ نداره، شما زکام نمیشوین، آبهای بینی تا نمیریزد. ولا یبولون، پیغمبر خدا گفتن شما در جنت پیشاب نمیکنید. ببینین قضای حاجت نیست، آب بینی نیست. ولکن طعامهم ذالک جشاء کرشح المسک. سوال کردن ای حبیب خدا مادامی که انسان خوراک خورد از نوشاکی ها نوشد چه قضای حاجت نمیکند، اینا کجا میشوند؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند ذالک جشاء، اینا گفت با عرق مبادل میشوند، بدنت عرق میکند. چه عرق؟ همین عرق هایی که الحال ما و شما داریم، بدن ها من در پهلو ما نشسته نمیشوند، همین عرق نه، کرشح المسک. رسول الله گفت عرقت بوی مشک میکنه. وقتی از بدنت که عرق میبراید، این طعام های خوردگی و این شربت های خوردگی با عرق که مبادل میشود، عرق های تو بوی مشک دارند که انسان میخواهد در پهلوی تو ایستد. ببینین جنت خیلی جاست. لا تسمعوا فیها لاغیه، اونجا لاغیه نیست، اونجا بیهودگویی نیست، اونجا دروغ گفتن نیست. رسول اکرم گفت فیها سرور مرفوعه، سرور مرفوعه، اونجا کت های بلنده. کت دوشنبه در یک خانه در آمدیم، بالای کتش در نشستیم، خیلی زیبا کردگی بود. وقتی دیگرها پرسیدن، من راستی بار به نام خدا به نرخ و کارم ندارم نمیپرسم، پرسیدن همین کت چند چی مبلغ دارد؟ گو این کت با فرمایش آمدگی است، این در دولت های عرب کردن، نرخش گفت تا همینجا را گفت $40,000 غلطیده است. همین کتی که شما بالاش نشستین گفت $40,000 از دولت عرب گفت به ما آورده. این چویش دیگر است. مقصد فیها سرور مرفوعه، کتی دارم که $1,000,000 است برای جنتی ها. فیها سرور مرفوعه، اون کت های مرا انسان ها نساختند، او را قدرت پروردگار تیار کرده است. مرفوع بلند است،
اکواب موضوعه و نمارق مصفوفه و درابی و مبسوسه. در بالای کتم گفت آنچنان کرپچه دارم، آنچنان رنگ زیبایی دارد که اون رنگ شما اصلا دیدگی نبودین. و نمارق مصفوفه، پروردگار میگوید بالیشت های دارم که وجود تو و تکیه او راحت میکند. و نمارق مصفوفه و اکواب موضوعه، اطراف همون کتها ده نوجوان های زیبایی دارم که در دستاشون کوزه و در یک دست دیگرش پیاله و برای تو شربت میریزد، خدمت تو را میکند. پسترین اهل جنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بیان کردند در جنت 70,000 خدمتگار میتیند. 70,000 خدمتگار برای پسترین اهل جنت نصیب میکند پروردگار. حدیثی که من در اول خواندم، موضع صوت من الجنه خیر من الدنیا و ما فیها، این صحیح بخاری است. صوت گفته قمچین میگویند. اگر یک قمچین 50 سانتی متر درازی داشته باشد برادر عزیز، حبیب خدا گفت انمون برابر یک قمچین از زمین مسجد در فضل و در قیمت بالاتر است از دنیا و آنچه در دنیاست. 50 سانتی متر جنت از زمین و آنچه در دنیا هست از همگیش در بالا و قیمت است. این است وصف جنت. این از جای آن کسانی که در دنیا زحمت دارند، مشقت دارند، محنت میکنند، عمل میکنند. پروردگار اونها را در این خیل جایهای زیبا البته جای میکنه. انشاءالله من جمعه گذشته درباره حورها چی مقداری که اگر وقت گنجایش دهد برای شما صحبت میکنم. بعدا یک جنت دیگر، یک جمعه دیگر ما در باب دیدار پروردگار که در جنت خداوند برای جنتی ها موفق میگرداند. انشاءالله من اگر حیات باشیم، اگر خدا برای ما و شما فرصت دهد، وقت دهد، انشاءالله من برای شما بیان میکنم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. یک برادر از کولاب در حق پدر و مادرش گفتند و خواهرم فرزند نمییابد، در حقش دعا کنید. یک برادر زکات مالش آورده دادند، پسرم در رسی هست گفتند بیمار است، در حقش دعا کنید. در حق مرحوم استاد عبدالفیض دعا کنید، فرزندانش خدمت کردند. در حق برادر خیرالله و سفرعلی دعا کنید، اینا هم خدمت کردند. یک برادر خیشت آوردند از بازار حاجی خورشید صدقه کردند. در حق فرزندان محمد علی دعا کنید. از محله کوهدامن جنازه به دست یک مبلغ آوردن، دعا کنید. در حق کسانی که در صندوق خیره دعا میکنند. و برادر ما حاجی عبدالجبار هم که در بازار کلان اپتیکا دارد، یک چند رسمای زیبا برای همین مسجد آوردن که آویزان کنین ثوابش به اونها رسد. و برادر ما ظهورشاه که پدرشون اکی سلطان از دنیا گذشتند، گفتند در حق او هم دعا کنید. خدای مهربان آن بنده هایی که نامگیر شدند، هر آرزو و امیدهایی که کردند، خدایا با فضل و کرم خودت برآورده بگردانی و خدای مهربان خیر احسان هاشون قبول بگردانی، مراد و مطلوب هاشون پروردگار حاصل بگردانی. و همه مهمان هایی که در این جمعه ما اشتراک دارند، برادرایی که از مسجد آمدن، از اسفرا آمدن، اینجا برادر بابای مولا عبدالکریم هم که از وحدت آمدن همراه فرزنداش، خدای مهربان همه این مهمان ها را در قدم هاشون حسنات و عمرهاشون دراز و مراد و مطلوب هاشون خدا حاصل و با صحت و سلامت خدا به خاندانشان رساند. آمین یا رب العالمین.